عزیزان، امیدوارم حالتون خوب باشه. امروز هم اومدم خدمتتون با پخت یک آش خوشمزه. امیدوارم با هم درست بکنیم، میل کنیم و لذتش رو ببریم. اول از همه از موارد مورد نیازمون 1 کیلو سبزی آش هست که شامل جعفری، گیشنیز، تره و اسفناج هست. بعد من معمولا 1 لیوان و نصفی نخود و لوبیا رو به اندازه مساوی از شب قبل خیس میکنم که سبکتر بشه هضمش. بعد بعضی نصف لیوانم عدس لازم هست که چون عدس زود له میشه، همون موقعی که پخت رو شروع میکنیم سبزی رو میریزیم، میتونیم همون موقع هم عدس رو بریزیم. مورد بعدی که لازم داریم کشک و رشته آشی. البته 2 تا پیاز بزرگ هم پوست میکنیم، خرد میکنیم. یکیشو برای تزیینش، یکیش هم برای اینکه پیاز داغ درست کنیم و نعنا و زردچوبه داغ درست کنیم و بازم یه مقدار نعنای خشک برای تزیین روش. حالا میریم که درست کنیم. خب حالا شروع میکنیم به پخت. اول اون 2 تا پیازی که خدمتتون گفتم خوب توی روغن تفتش میدیم. وقتی خوب طلایی شد یه مقداریش رو برای تزیین روش برمیداریم، بقیه‌اش رو نگه میداریم برای زردچوبه داغ. حالا من نشونتون میدم. خب حالا نصفش رو برداشتیم برای تزیین روش، بقیه‌اش هم میذاریم. 1 قاشق پیمانه پر توش زردچوبه میریزیم. بعد زردچوبه قاطی میکنیم. حالا اینو از روی حرارت برمیداریم. حالا نوبت قابلمه بزرگ. همه اینو منتقل میکنیم توی قابلمه. بعد نخود و لوبیایی که از شب قبل خیس کرده بودیم میریزیم. سبزیرم که گفته بودم، همونی که بهتون گفته بودم، کامل خرد میکنیم. اینا رو همه رو میریزیم با هم قاطی بشه. بعد روش آب میریزیم. سبزی و همه اینها رو با هم میریزیم. بعد آب میذاریم تو، آب میریزیم کامل، میذاریم 1 ساعت 2 ساعت خوب سبزی و لوبیا با هم بپزه. بعد من نمک اولش نمیریزم چون بعضی از رشته ها شوره یا بعضی ها فشار خون دارن نمیتونن بخورن با کشک. به خاطر همین نمک رو دلخواه خودتون هر چقدر دوست دارین بریزین، ولی بذارین به یه مرحله از پخت برسه بتونین نمکش رو بچشین. الان اینو اینجا میذاریم 1 ساعتی برای خودش بپزه، 1 ساعت 1 ساعت و نیم بپزه. بعد شروع میکنیم به رشته‌ش رو ریخ اضافه کردن. اگر هم دیدین قابلمتون کوچیکه میتونین قابلمتون رو 2 تا کنین، یعنی 2 تا ظرف بکنین. خب حالا دیگه الان ما امتحان کردیم، هم نخود و لوبیاش پخته هم سبزیش پخته. وقتی دیگه میپزه معمولا 1 ساعت 1 ساعت و نیم میپزه. موقع ریختن رشته آشیه. رشته آشی رو معمولا سعی کنیم اگه نوعی انتخاب کنیم که خیلی شور نباشه. این چرا من باز میکنم. بعد اون دیگه بستگی به سلیقه خودتون داره که بخواین رشته ها بلند باشه. من معمولا نصف میکنم که وقت به هم نچسبه. این رشته های آشی این خاصیت رو داره که به هم میچسبن. پخش میکنیم. اگر میخواین آشتون بیشتر بشه میتونید 2 تا بسته بریزین. اگه مثل ما برای یه 4 نفر میخوان همین 1 بستهش کافیه. خب حالا آش ما حاضر شده. زیرش رو خاموش میکنیم تا یه خودش رو بگیره. گفتم نعنا داریم برای تزیینش و نعنا
هم طعم خوبی میده، هم به هر حال گرمه، خیلی خوش عطر رو طعمش میکنه. اینو دیگه خودتون میدونین دیگه چقدر بریزین و اینا، اون دیگه بستگی به خودتون دوست داریم. ما کلا نعنا داغ خیلی دوست داریم. حالا اینو نعنامون رو توی روغن یه تفتش میدیم. وقتی که بوی نعنا راه افتاد، نذارید که بسوزه، انقدر که بوی نعنا راه افتاد زیرش رو خاموش کنین، بذارین خنک بشه. همه اینا برای تزیینشه. حالا بعد همه اینا رو که کشیدم نشونتون میدم، تزیینش هم نشونتون میدم، بعد ایشالا میخورین نوش جان میکنین. اینم از آش رشته ما تزیین شدهش، نوش جونتون.